روزه گرفتن در ماه محرم ثواب بیشتری دارد و فضیلت خاصی دارد، اما در میان تمام روزه های ماه محرم روزه گرفتن روز عاشورا یعنی روز 10 محرم ثواب و فضیلت بیشتری دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایت صحیح مسلم فرمودند صیام یوم عاشورا احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله. روزه گرفتن روز عاشورا من امیدوار هستم و گمان و امید من این هست که روزه گرفتن این روز کفاره گناهان 1 سال انسان بشود. یعنی کسی که روز عاشورا را روزه میگیرد به نیت پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و عبادت الله متعال، با روزه گرفتن همین یک روز گناهان 1 سال گذشته اش، گناهان صغیره اش را الله متعال میبخشد و معاف میکند. یکی از کفاره هایی هست که من و شما باید به آن بیشتر توجه بکنیم.